درونشان زیستیم. هر یک در تجربه‌های ما نقشی داشتند و پژواک تمامی این تجربه‌های زیسته از در و دیوار شهر بلند می‌شود. تجربه مواجهه با شهر از فیلتر ذهن می‌گذرد و به گفتگوهای درونی و خیال‌پردازی‌ها پروبال می‌دهد. فضای عمومی شهر به فضای خصوصی ذهن ما تبدیل می‌شود. خدا هستم. موز میخوایم موز رو تقسیم کنیم اینجا. موز تو راهی با هانا اولین بار و راننده عزیزمان هرانه. هلو. من با کلاه شهریار. اصلا بوی خوبی میده اینجا، اصلا بوی خوبی. بریم. آقا بشگاهی میاد. اسکاف. این میدونی که یه اثر هنریه. آره. نباید ازش اینجوری بگذاریم. اردو. چسب بیاریم. چیرز بزنین دیگه. چیرز بانانس. خیلی برنامه این سفر رو چیده بودیم و خیلی دوست داشتیم که حتما یه سفر به کاشون بزنیم و بیشتر منتظر مونده بودیم که هواش خوب شه و با اینکه هواش گرم بود و اون تایمی که ما رفته بودیم ولی باز یه خاطراتی و یه تجربه جدیدی بود. امیدوارم از ادامه ویدیو لذت ببرید. چه توری داری هستی تو؟ و یه فکت جالبی که راجع به خانه بروجردیان هست اینه که دلیل ساختشه و اینکه چرا ساخته شده. دلیلش این بوده این معماری که اومده و اینجا رو ساخته از دختر طباطبایان خیلی خودش اومده بوده و تنها شرط ازدواج با اون دختر این بوده که یه خونه‌ای به عظمتی و شبیه خونه طباطبایان ساخته بشه که تو ادامه ویدیو می‌بینید و بعد 18 سال ما همچین ابهت و عظمتی توی معماری داریم. مقصد بعدی که ما رفتیم حموم تاریخی سلطان امیراحمد بود که حالا چیزای معماری زیادی داره و اطلاعات و فکتای زیادی هست ولی خب نمیگنجه که من همه اینا رو بیام بهتون توضیح بدم. و یه فکتی که وجود داره که گفتم شاید براتون جالب باشه که این حموم توی سری از فیلم‌ها و سریال‌ها مثل قبله عالم استفاده شده. لیدر عزیزمون چطوری؟ خوب هستیم. عالی. راضی هستید از ماجرا؟ خیلی سپاسگزار از شما. محکم بگیرید. تو داشتم اینو میگفتم که این خونه همه چی بیابه. همه چی تو داره. زود که خیلی وقت داریم میگم میریم ما رو هنوز نیومده. اومدیم امارات طباطبایی. امارت. امارات یه خونه طباطبایی. امارات ببرید. اینجا خونه من خیلی خوشگله به نظرم. من اینجا خونه حساب نمی‌کنم با این Let's go. خیلی خوشگله این بیرون. یه شهر خوشم. اومدی خودتو صادر کردی به اینجا. اونایی که یه جاهایی هست خیلی خوب بابا خداحافظ. لایه لایه کود قند میزن به نشانه برفه که اینا رو برن. خیلی بلنده پله‌هاش. بعد فکر می‌کنم من چرا اینجوری دارم میافتم و مسخره می‌کنم.
بیا های هرچه از پیرنشین اومدم، من یه پیرم الان. بابک بیا جلوتر. جزو بهترین جایی بود که رفتیم و خیلی غذاشو دوست داشتم و ما جوری سفارش شدیم و اونقدر خوشمزه بود و بار هزارم دارم این ویدیو رو میبینم و هر دفعه حواس میکنم که دوباره برم اونجا اون غذا رو بخورم. جایی که امیرکبیر کشتی شد. امیرکبیر ایشونه ها مثلا من قبل امیرکبیر همین الان یادم اللهم صل علی تشریف بیاین. ویدیو بیاین. من پیدام کجا؟ که پایین‌تر. این چه کاریه؟ شما داری این کار انجام میدید. بچه‌ها. خیلی. عالی. و قسمتی از این زحمت‌ها و چیزایی که انجام شده بود و مینا کشیده بود که تو لیدر ما بود و ما رو میبرد و میآورد و میگفت کجا و چی بریم و یه تشکر خوب از اون میکنم. مرسی. عکسش کنم. ترانه نیستی. چقدر این مقالات شوخی ایجاد کرد. معماری به همه چی دست میزنن. همه رو دستمالی میکنیم. سلام